سلام، من افسونم، 31 سال دانمارک زندگی میکنم و قرار امروز یک گفتگوی خیلی خودمونی داشته باشیم با یکی از دوستام که به تازگی از بلژیک اومده دیدن من. دوستم خودشو معرفی کنه برای شما و با هم صحبت میکنیم. سلام به همگی، من فریده هستم، دانشیار علوم پزشکی و تخصصم باروری هست. تقریبا نزدیک 6 ماه هست که بلژیک زندگی میکنم. البته این بار دومم هست که مهاجرت کردم. بار اول 12 سال مالزی بودم، مجدد برگشتم به ایران. فکر کن 12 سال مالزی بودی. مالزی چیکار می‌کردی؟ هم پی اچ دی خوندم، پستاک بودم، ریسرچ فلو بودم و بعد دوباره برگشتم ایران. دوباره رفتم دانشگاه، کار اجرایی داشتم، مرکز تحقیقات راه انداختم، معاون دانشگاه بودم و دوباره اومدم 6 ماهه که بلژیک زندگی میکنم. فکر میکنی دیگه این آخرین مهاجرتته؟ یعنی خیلی شجاعت میخواد که توی این سن و سال، خب البته سن و سال من 57 سالمه، دوستم 55 سال. خیلی واقعا شجاعت میخواد که توی این سن آدم مهاجرت کنه و واقعا دمت گرم. حالا با هم صحبت میکردیم از چالش‌های مهاجرت، یعنی چه مدلی، چه جوری تو اومدی، اقامتت الان چه جوری هست؟ من از نظر من این که میگی چالش‌های مهاجرت مثل یه نوع مردن میمونه، یعنی تو میمیری و دوباره زنده میشی. اینجوری فکر میکنی؟ آره. و خب بار دومم برای من شاید ساده تر بوده چون یه مقداری تجربه داشتم و میدونستم که با چی روبروم و اینکه تو انگار از هر چی که داشتی باید دل بکنی. اینه دقیقا مردن. از گلات. آره. از گلات چجوری دل کنی؟ من مثل خودم عاشق گلی، یعنی خونش همیشه پر گل بود. آره. از گلات چجوری گلام، گربه هام، دانشجوهام، خانواده‌ام، آره. پدر مادرم. و حالا دل کندن نیست ولی واقعا مهاجرت، هر کی که مهاجرت کرده نمیدونم اینو تجربه کرده، با اینکه در ارتباطی ولی در واقع اونجا مردی و یه جای دیگه به دنیا اومدی و این پروسه خیلی سختیه و از طرفی هم خوبه، یعنی میارزه به مردنش و دوباره زنده شدن. آره، من هیچ وقت اینجوری به مهاجرت فکر نکردم که من میمیرم، انگار که خب البته یه پوست اندازیه، میدونی؟ شاید کلمه قشنگتر اینه که تو یه پوست اندازیه، چون میندازی و رشد میکنی، چون که اصلا با یه دنیای عجیب غریبی آشنا میشی که خب هیچی نمیدونی و خودت هم میدونی وقتی به عنوان توریست میای یه جایی، خب به عنوان توریست اومدی دیگه، یه 2 هفته، یه هفته، یه ماه فوقش جاهای مختلف رو نگاه میکنی، ولی اینجا باید بشه خونه تو. و باید بری دوباره از صفر خونه بسازی و قوانین. حالا اونا یه چیزی، یعنی میاد میبینه مثلا ما راحت یه سری چیزا، یه سری مسائل توی ایران برای ما خیلی راحته، اصلا ما قوانین پشتش نخوابیده. اینجا واسه که تو راه بری قانون داره که این ور بری اون ور بیای. از این چجوری برای هر کدومشونم یک دونه مجازات هست. دقیقاً. یعنی هر کاری که اشتباه بکنی مجازاتش هم باید بدی. بعد برام جالب بود که یه امتحانی رو باید پاس میکرد. این خیلی جالب بود که یه سری چیزا رو میان بهش آموزش میدن، میدونی؟ میان بهش آموزش میدن که تو باید اینا رو آموزش ببینی و باید بری امتحان بدی تا تازه قبول بشی که بتونی اینجا بمونی. راجع به اونا صحبت کن اگه چیزی یادت هست. میدونین کشور آسیایی همچین چیزی رو ندارم، ولی حالا من بلژیک اطلاعات دارم. یه چیزی هست به نام در واقع اینتگریشن، یعنی ادغام. یه سری خیلی چیز خوبی هم هست، یعنی یک سری مدول آموزشی رو آماده کردن که تو توی اون آموزش میبینی برای اینکه در جامعه اینا زندگی بکنی. چقدر جالب. فکر کن یعنی بعضی اوقات میگن که باید تو فرهنگ و خودت از جامعه، از یعنی این قوانین شروع کنی. الان میان یه سری قوانین رو
مدول آموزش بهش میدن که بهش یاد بدن اگه تو میخوای بیا اینجا زندگی کنی چجوری باید زندگی کنی. آره این انگار اینتگریشنز شامل چند قسمت. یه قسمتش زبانشونه. مثلا من زبان انگلیسیم خوب بود کامل، چون من مالزی هم زبان انگلیسی درس خوندم. اینجا باید هلندی یاد بگیری و برات مجانی کلاس میذارن و تو رو معرفی میکنن، با توجه به سطح تو رو گروه‌های همگن قرار میدن و بعد اینکه شروع میکنن مثلا قوانین اینجا به عنوان مثال یکی از چیزایی که خیلی روش تاکید میکنن که زن و مرد برابر هستن و اینو بهت یاد میدن و ازت تست میگیرن، تست واقعی. میگن مثلا تو میخوای بری سر کار ولی همسرت موافق نیست، آیا میتونی بری سر کار؟ و بعد تو جواب میدی. اگه جوابت غلط باشه که نه من باید به حرف شوهرم گوش کنم و رد میشی. یعنی مثل ایران از یک خانمی تو ایران بپرسن تو میتونی بری سر کار، میگه که نمیدونم، باید ببینم شوهرم چی میگه. آقامون نه الان که خب جوونم فرق کردن ولی خب بالاخره اجازه بعد برم بپرسم. آره. آقامون اینجا نه، اینجا اگه تو همچین جواب بدی رد میشی. فکر کن باید بگی که یعنی حق تو باید بشناسی. آره ببین اجازه نمیدن که تو مثلا میگه که یکی از سوالات دیگه این که شما از یک کشور دیگه ای، از یه نژاد دیگه ای، اگر بری سر کار به خاطر جنسیتت، به خاطر اینکه از کدوم کشوری، به خاطر مذهبت به تو بی‌عدالتی بشه، آیا تو میتونی اعتراض کنی؟ جوابش بله. بهت یاد میدن که تو اینجا بی‌عدالتی نیست. حالا من عملش رو نمیدونم چون هنوز تازه‌ام اینجا، ولی اون چیزی که آموزش دادن یا در مورد مثلا یه سری قوانینی که کشور خودشون داره، اصلا من نمیگم موافق هستم یا مخالف هستم چون این یه چیز شخصیه، ولی در کشورشون این که مثلا شما سیاست از دین جداست. اینو بهت آموزش میدن. یا در مورد مثلا یکی از چیزایی که خیلی توی بلژیک دقیقه روی محیط زیسته و دفع زباله. مثلا الان اینجا دانمارک شما متفاوت، اونجا دقیقاً تو کلاس‌ها بهت آموزش میدن که این مثلا این پلاستیک رو کجا باید بندازی، اگر ننداختی چی هست. و بعد اینکه در مورد کار، بیمه، پزشکی، اینکه تو پای اول پزشکی کجا باید مراجعه بکنی و بعد به چه صورتی هست. این خب برای من خیلی جالب بود. یا در مورد مثلا یک چیزی که تو دانمارک آزاده همجنس گرایی هستش و اینکه شما چندین سوال تو این زمین است که آیا به تو نظر خودت مهمه؟ نه، قانون کشوره، تو باید به قانون احترام بذاری. متوجه؟ نمیتونی تو به خاطر نظر شخصی. یعنی بحث اینه که شما در ارتباط با تمام مسائلی که یک فرد داره باید عدالت در جامعه رعایت بشه و این به نظر من خب خیلی قشنگه. و اینکه تو بدونی که ناآگاهانه نه اشتباه بکنین و نه جریمه بشین. این خیلی برای من قشنگ. و بعد اونو امتحان میگیرن ازت، حالا اگه قبول شدی میری بالا. حالا من سوال دارم همین در مورد مثلا همجنسگرایی. سوال شخصی، سوالی که میپرسن چیه؟ مثلا اینکه پرسیدن که 2 نفر مرد میخوان با هم ازدواج کنن، از نظر تو اوکیه؟ اینو میپرسن. آره. تو سوال امتحانی اینو میپرسن. 2 تا خانم آزمون ازش میگن. آره. چی میگه؟ 2 تا خانم قرار با هم ازدواج کنن، از نظر تو اوکیه؟ بعد بنویسیم اصلا نظر من مهم نیست. من این قانون این کشوره و باید به این قانون احترام بذاری. این خیلی مهمه که میدونی کنار هم بتونی قشنگ زندگی کنی تا جایی که به طرف دیگه آسیب نرسونی و چون قوانین مشخصه آسیب هم نمیشه رسون. این خیلی قشنگه. راجع به مذهب چی؟ مذهب هم این که مثلا سوالی که از ما پرسیدن که خب آیا کلیسا میتونه در مسائل اداره شهر دخالت کنه؟ جواب منفیه. و تو اگه بله بزنی اون درصد جوابای منفی زیاد میشه و تو رد میشی از این. یعنی و اینم بهت یاد اینجوری نیست که تو سطحی بگی که آره مثلا بهت یاد بدم بگم آره تو تست اینو بزن. انقدر باید کار میکنن از ابتدای مثلا تاریخچه بلژیک از 200 سال قبل توضیح دادن که چه اتفاقاتی افتاد، بعد چی شد، بعد مذهب اومد چی کار کرد، بعد چه خطراتی برای چیز داشت، بعد تغییرات ادامه پیدا کرد و قانون چجوری تغییر کرد که تو به این میرسی که آره برای این مملکت واقعا این خوب بوده. و این نکته‌ایه که خب من خیلی برام جالب. یعنی زور و اجبار نیست، در واقع مدل آموزشش اینه که میان از پایه به تو یاد میدن که اصلا بر اساس
چه مسائلی ما به این نتایج رسیدیم و خب مسلمه که باید بروزم باشن توی دنیا به هر حال میدونی یه سری قوانین مشترک هستش که باید بروزم باشن و این خیلی جالبه برای من که فکر کن که اینا رو بیان به تو آموزش بدن و این خب واجبه برای ادغام. خیلی کلمه قشنگی هم هست این اینتگریشن، یعنی تو حل بشی تو حل بشی، اینجوری نباشی که جدا تافته جدا بافته باشی و بعد برات مشکل ایجاد بشه. هم جامعه تو رو میپذیره، تو زبانشون رو یاد گرفتی، قوانینشون رو میدونی، مثلا در مورد محیط زیست، در مورد نمیدونم حتی مثلا من که خب بچه مدرسه دیگه اینجا ندارم ولی مدول آموزش رو باید بگذرونم که بچه‌مو میتونم کجا ثبت نام کنم، بعد اگر مشکل مالی داشتم به کجا میتونم مراجعه کنم. اینا خیلی جالبه. چیزی که من 31 سال پیش اومدم اینجا، منم ازدواج کردم، از طریق ازدواج اومدم اینجا، اصلا یه همچین چیزی نبود و تو خودت باید اینا رو یاد میگرفتی آروم آروم. من یادمه مثلا بعد از چند ماه ما رفته بودیم توی بانک، هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. بانکی از من پرسید، گفتش که چون همسر سابقم میومد مثلا جلو کارهای بانکی داشتیم انجام میداد، پرسید گفتش که تو کارت بانکت کجاست؟ تو چرا خودت کارت بانک نداری؟ گفتم که من ندارم به خاطر که خب همسرم داره. گفت نه تو خودت باید کارت بانک داشته باشی. بعد اینجا اینجوریه که زن و مرد، یعنی الان من که با همسرم دارم زندگی میکنم، قانونش اینه که ما نباید کدای همدیگر هم حتی بدونیم. یعنی ما تا این حد باید همه چی رو برای خودمون نگه داریم. اصلا لازم نیستش که تو به شوهرت کد بانکتو بدی. اینا یه سری چیزای خیلی خصوصی، حریمای خصوصیه که ما اینجا باید رعایت کنیم، در حالی که توی ایران خانم میره سر کار حقوقش مال شوهرشه. من داستانایی که میخونم، البته یه سری از داستانایی که میخونم که اصلا آقای نمیذاره تو بفهمی که چقدر پول گرفتی. خب البته فرق داره، میدونی به خاطر همینه که اینجا آدم تو یه دفعه شوک میشی. یه سری حقهای خودت که حق اولیته و باید داشته باشی، وقتی میای اینجا میبینی بهت داده میشه شاک میشی. بعد اتفاقی که میفته، میدونی اینو برات نگفتم، بارها شده خانم آقاهایی که توی ایران ازدواج کردن، سالها بچه دارم بودن، بر اساسی بلند شدن اومدن اینجا، وقتی که خانم اینجا اومده متوجه شده حق و حقوقش چیه و تقاضا کرده به همسرش و خب حتما یه سری مسائل و جر و بحث و اینجور چیزا بوده، جدا شدن اصلا. جدا شدن چون نه برای اون آقا قابل پذیرش بوده که متوجه بشه که این خانم چه حقایی داره، نه برای این خانم دیگه قابل پذیرش بوده که حالا که سیستمش رو عوض کرده چرا باید این مدلی باشه. میدونی اینا خیلی جالبه که هر کسی رو که من میشنوم از ایران اومده مثلا میگن سالها ما با هم بودیم، ازدواج کردیم، بچه داریم. البته جوونا دیگه اینجوری نیستن. سیستم جوونا اینجوری نیستن. بعد من همیشه میگم صبر کن ببینیم اینا چند ماه دیگه از هم جدا چند ماه دیگه اینا از هم جدا، به خاطر اینکه تازه خانومه میاد اینجا حقاشو میشناسه، میفهمه که بابا به عنوان یک آدم بین مرد و زن اینجا ما فرقی نداریم. یعنی اصلا فقط مرد و زن فیزیکشون با هم فرق داره. حتی ببین مسئله فیزیک یک چیزی که بر من خیلی قشنگ بوده، جالب بوده، حالا من نمیگم میپذیرم یا نمیتونم، من نظر شخصی رو نمیخوام بگم، فقط اینکه مثلا در مورد مرد و زن مثلا من اینجا تو سوپرا میبینم مثلا یه خانوم کاملا فیزیک زنانه کنار یه آقا مثلا یه کیسه خاک خریدن، خانومه برمیداره و من میگم که خب مثلا چرا این آقا کمکش نمیکنه؟ بعد میگن این خانوما بهشون برمیخوره حتی که مثلا کسی بگه که تو مثلا از من ضعیف‌تری. حالا من اصلا با این موافق نیستم در این حد، چون به نظر من ما حتی بر اساس فیزیکمون باید یه سری تفاوتایی داشته باشیم، این بحث الانمون نیست. ولی در مورد آموزش چیزی که مهمه در هر جامعه‌ای اینی که به مرور زمان که چیزا تغییر میکنه باید این آموزش‌ها بیاد به سطوح پایین جامعه. یعنی از دبستان بچه‌ها آموزش ببینن تا به سن بالا که میرسن، این تغییراتی که بر اساس پیشرفت جوامع. ببین ما الان توی کشور ما خب ما دختری تحصیل کرده خیلی زیاد داریم، دختری که قوی هستن، عملکرد بالایی دارن. خب این نمیتونه با اون سیستم سنتی دیگه کار بکنه. یعنی ما مجبوریم که سیستممون رو عوض کنیم، نیایم با آزمون و خطا این اتفاق بیفته که هر کسی بجنگه برای حقش.
حقش. مثلا یه کسی که قوی شد بیاد بجنگه برای حقش. نه، باید قوانین تغییر بکنه، آموزش داده بشه که حقوق افراد، همونطور که افسون جان گفت، هر فردی اینجا به عنوان فردیت خودش یک سری حق و حقوقی داره و به اون باید احترام گذاشته بشه. چه به اینکه مثلا تو فرماشون یکی از چیزایی که خیلی جالبه اینه که تو زنی، مردی یا نمیدونی چی. این خیلی برای من عجیب بود، یعنی هنوز مشخص نیست تو زنی یا مرد. این یعنی برای من یکی از شوکای فرهنگی بود که اینجا داشتم که واقعا توی فرما میپرسیدم نوشته مثلا خانمی آقایی یا هنوز نمیدونی که مثلا کدومی و میخوای تصمیم بگیری. این خب خیلی آزادیه. خب حالا من نمیدونم، اصلا من اینجا جدیدم، من یه آدمیم که توی فرهنگ مثلا بالاخره چیز بزرگ شدم، من هنوز نمیتونم نظر بدم که این خوبه یا بده، ولی ایشون میتونه نظر بده. من بگم ببین چند سال پیش یه برنامه بود که یکی از هنرپیشه ها، خیلی سال پیش 15 سال پیش احتمالاً، چون من اون موقع یادم مجله بود میخوندم، که برای بچهش فکر کرده که هر چی که به دنیا بیاد نمیخواد جنسیتش رو مشخص بکنه، این آزاده تو لباس پوشیدن تا بچه خودش بزرگ بشه جنسیتش رو مشخص کنه. خب این خیلی به نظر من دیگه زیادیه، علمی هم نیست. از دیدگاه من با اطلاعات من یعنی من نمیدونم، شاید چون خود بچه گیج میشه. اما میدونید چرا این کارو میکنن؟ چون در مورد اینکه می‌نویسن الان تو برات کم جالبه، چون ما خیلی همجنسگرا داریم تو کشورهای مختلف که وقتی که وارد یه سری کشورهای اروپایی میشن اینا نتونستن بروز بدن، نتونستن حرف بزنن، نتونستن بگن بابا مثلا من خانمم، من واقعا خانم نیستم، حالا یا تمایلاتم یا لحاظ فیزیکی همه چی مخفیه، همه چی پنهانه، اینا نتونستن بگن. به خاطر همینه که اون به تو میگه که تو الان اینجا این حقو داری که بیای خودت بنویسی، خودت تعیین کنی که تو زنی، مردی یا کی هستی، چی هستی. متوجهی؟ چون مثلا کسی که از کشورهای مسلمون نشین اومده اینا نمیتونن به اون شکل برام بگن که حالا میدونی بحث پزشکیش باز یه بحث دیگه است که حالا شاید انشالله بعداً بشینیم با هم صحبت کنیم، چون بحث اینکه محتوای یه سلول جنسیتش چیه، ژنوتیپش چیه و بعد چه اتفاقاتی در طول زمان باعث میشه که از دوران بارداری گرفته تا بعد حتی مثلا توی علل این که شما تغییر جنسیت برای یه نفر اتفاق میفته اینه که برخوردایی که والدین میکنن. شما اگر با یه دختر برخوردای پسرانه بکنین ممکنه اون هویت جنسیش تغییر بکنه و دلش بخواد که این یه بحث جداست که حالا بعداً اگر فرصتی شد یه قسمتش میشه صحبت کرد. ولی همین که ببین اینو در نظر میگیرن که یه نفر نخواد سالها اینو پنهان کنه به عنوان یک بیماری، به عنوان یک تفاوت، اختلال. اختلال و اینو پنهان بکنه و ضربه ببینه خودش، خانوادهش، مثل اتفاقاتی که حالا ما داریم افرادی که مشهورم بودن تو کشورمون و بعد خیلی اذیت شدن توی فضا. این خوبه که بیاد وارد این چی بشه، ولی برای من این یه شوک فرهنگی بود که خیلی یعنی من خدای من این خیلی برام عجیب بود. تو چی نوشتی خانم جان؟ من نوشتم دقیقاً چون من به شدت خانومم و دوست دارم خانوم بمونم. ولی خیلی این برام جالب جالب. خب ببین از همون اولش چقدر دارم با تو مشخص صحبت میکنم، میدونی راجع به همه چی. خیلی جالبه. حالا باز یه چیز دیگه ای که من الان خب دارم چند تا کشور اروپایی رو میرم، مثلا من بلژیک تو شهر خیلی نزدیک بروکسل هستم ولی شهرم کوچیکه. اینجا خب شهری که کوپنهاگ واقعا بزرگه. این چند روز واقعا بزرگ نیست، فقط کلا تو دانمارک 6 7 میلیون نفر زندگی میکنن، ولی اینقدر برای فرید جمعیت زیاد اومده. چون فصلی بود که منم توی شهریم که خیلی شلوغ نیست. واقعا با اینکه اروپا خیلی چیزا شبیه به همه ولی تفاوت‌های خیلی اساسی داره و اینکه یه نکته‌ای که شاید حالا آخر صحبت بخوام بگم و
کوتاه کنیم که دوستان تا آخر گوش بکنن، اینه که من الان اگه ازم بپرسم با توجه به 2 بار مهاجرتی که کردم و تجربه‌ای که دارم، نکته که میخوام بگم اینه که مهم نیست تو کجا زندگی میکنی، کشور شرایط خوبی داره یا نداره، مهم اینه که اینو بدونی که دنیا خیلی متفاوته و مهاجرت واقعا خوبه. هجرت و تمدن همیشه بوده و خواهد بود و اگه من برگردم دوباره به 20 سالگیم زودتر مهاجرت میکنم. جدی؟ آره. یعنی الان اعتقادت اینه خب تو اون زمانی که رفتی مالزی چند سال؟ 35 سالت بازم بود. خب الان البته این واقعا زودتر مهاجرت توصیه فریده جون برای خانم آقایی که همسن و سال ما هستن که دیگه خیلی نه خب مثلا به جوانایی که گوش میکنن مهم نیست که در چه سطحی هستین، مهم نیست که چه کشوری زندگی میکنین. مشکل این که مثلا بگید آره ما به خاطر اینکه ایران مشکلات داریم مهاجرت میکنیم، نه اینجا خیلی مثلا من مالزی بودم خیلی هاشون شرایط خوبی داشتن ولی آمریکا انگلیس اینا درس میخوندن، اینجا هم همینجور تو دورای پی اچ دیشون همه میرن این ور اون ور دوره میگذرونن به خاطر اینکه کنار درس خوندن یه مدل تعامل داشتن، یه مدل آگاهی پیدا کردن نسبت به اینکه اصلا دیدت به زندگی چی هست. این دوست من منظورش این نیست حالا به خاطری که مثلا اگه شرایط ایران خوب نیست اگه 20 سالش بود ترجیح میداده، نه به خاطری که چه خوب باشه چه نباشه معتقده که دوست داره خیلی چیزای دیگر رو تجربه کنه جاهای مختلف، چون تو وقتی که یه جا ساکن هستی یه جا هستی اصلا بدونی که بخوای یا نخوای چنان ادغام میشی توی اون سنت ها، توی اون فرهنگ ها، توی اونا که از چشت بسته میشه و فیکس میشی. اگر بری دنیا رو ببینی اون وقت میفهمی چقدر همه چی میتونه متفاوت باشه و این خیلی مهمه. من توصیه‌ای که مثلا با توجه به تجربه‌ای که دارم اینه که مهم نیست کجا هستید چی هستید، مهاجرت رو جزء مسائل زندگیتون بذارید و سن پایین‌تر آدم سبکتره، نمیدونم وابستگیات کمتره. مثل اینکه شما یه بوته‌ای که هنوز جوونه بخواید جابجاش کنید یا یه درخت تناور رو خیلی که ریشاش قویه خیلی سخت‌تره. اینجور که فریده داره میگه من دارم به این فکر میکنم که حالا تصور کنم، دارم فکر میکنم مثلا این همه 60 میلیون 70 میلیون 80 میلیون آدم اگه فکر کنن از 20 سالشون میشه برن مهاجرت کنن، نه خب باز یک عده از اینجا مهاجرت میکنن مثلا میرن یه کشور دیگه جابجا میشه، جمعیت و جابجا نه خب میتونی با شخصیت هم آدمایی باشن که اهل تنوع و تغییر و اینا باشن. من میگم مهاجرت چیزه با همه سختیاش. یعنی الان مثلا من اومدم اینجا با خودم میگم وای اگه من یه شغلی داشته باشم که 2 ماه بیام دانشگاه کوپنهاگ خیلی خوبه. حتی الان من یه چیزی که میگم مهاجرت، نقطه مقابل مهاجرت خب ترس های آدم هست. دقیقاً اون چیزی که اون چیزی که اجازه نمیده که تو بابا ترس و وابستگی. ببین حتی بعضیا من میدونم که دانشگاه قبول میشن یه شهر دیگه نمیرن. چرا؟ به خاطر که نه دلمون برای مامانمون تنگ میشه، نه ما تو خونه خودمون باید باشیم، نه من نمیدونم برم تو خوابگاه کیا هستن، نه من اونجا رو نمیشناسم. یعنی ترس های ما، خب این ترس از کجا میاد؟ ریشه توی فرهنگ ما داره، ریشه وابستگی ها. ببین بعضی بازم ریشه داره تو همون خانواده. بچه رو وابسته بار میکنن، مستقل بار نمیارن. نه چرا؟ به خاطری که عصای پیریمون باید بشه. این باید همینجا بمونه که اصلا یه چیز سیستم وحشتناک. حالا من دارم این حرفا رو میزنم مثلا مختص ایران نیست. همینجا من کسایی رو میشناسم که یه مدل با پسر یا دختراشون صحبت کردن که الان تو سن 40 سالگی پسره داره با مادر زندگی میکنه، تو سن 35 سالگی دختره داره با مادر زندگی میکنه. یعنی اینم همینه، چون مادر خودش مثلا از شوهرش جدا شده، حالا به هر شکلی یا فوت شده یا اینجوری داره تنها. نه من تو رو بزرگت کردم که تو دیگه کنار من باشه، اگه الان تو بری من چیکار کنم؟ وای من میمیرم، من اینجوریم. بعد اتفاقی که میفته دختره اصلا نمیتونه راهشو پیدا کنه، پسره نمیتونه راهشو پیدا کنه. میدونی ترس
فقط جوونان ندارن، این ترس و پدر مادرها میذارن توی جون جوونا. وگرنه یه آدمی که تو اصلا مسئول بزرگ کردن و پرورش این هستی، اگر اینو با کلمه ترس آشنا نکنی، این باید برای چی بترسه؟ پس تو هستی که این ترس ها رو بهش میدی، تو هستی که مسئولیت داری که دختر 30 سالت هنوز داره با تو زندگی میکنه، یا پسر 40 سالت هنوز تو خونه مامان و بابا. این مال اینجاست ها، چون ممکنه ایران الان از لحاظ اقتصادی یه فرمولی باشه که نتونن برن جدا بشن، من که کاملا حق میدم، ولی حتی اینجا هم من دارم میبینم یک خانواده‌ای پسر درس خونده، دختر درس خونده، تموم شدن 30 سال هنوز چسبیدن به مادره. آره دقیقاً اینا اشتباهاتی که اصلا به خیلی به محل زندگی ربطی نداره، به شخصیت افراد ولی چیزی که من میدونم، من خودم با وجودی که همه میگن خب یه دونه دختر بودی، خیلی آزادی داشتم، خیلی کارا میکردم اون زمانی که بودم و اینا، ولی که تونستم حتی این جرأت و جسارت رو پیدا کنم که یه زمانی بعد از اینکه دیپلم گرفتم که شاگرد زرنگم نبودم، محدودی هم داشتم و بعد تصمیم گرفتم برم دنبال کارهای هنری، حالا اینو یاد بگیر، اونو یاد بگیر، بعد یه دفعه به سرم بزنم نه حالا بذار ببینم درس خوندن چه، که بعد درس خوندم و رفتم حالا دانشگاه. بعد از اونجا فکر کردم نه حالا اومد و مدرکم گرفتم، بعد میخوام چیکار کنم، بعد حالا میخوام باید بازم دوباره ازدواج کنم، دوباره خونه، من میخوام برم دنیا رو ببینم فلان. حالا به هر دلیلی بلند شدم اومدم اینجا. تازه من اومدم اینجا با وجودی که یه مقدار بعد ترسام غلبه پیدا کردم، من مدام مواجه بودم با این ترسام. آره مدام، یعنی تو همه چی مواجه بودم. ببین من یه دونه استوری گذاشته بودم که من و تو جنگل چند روز پیش، اگه کسایی که دنبال میکنن اینو یادشون باشه، ما ساعت 11 شب توی جنگل بودیم که هیچ کس هم نبود. خب بعد نوشته بودم که اگه الان ایران بودیم ما میتونستیم این کار بکنم. حالا نمیدونم والا یک چند نفر برای من نوشتن که آره الان هم تو میتونستی اینجا کار. تجربه من اینه که نه نمیشه، من نمیتونستم. تجربه من اینه که من به عنوان یه خانم که سنیم از من گذشته، دختر جوونی هم نیستم، نه من الان باید مراقب باشم. من هر دفعه میرم ایران از شوهر خاله، از برادر، مادر، همه میگن تو رو خدا افسون مراقب باش، تو رو خدا ازن نرو اینجا، نرو این کارا رو بکن، اینجا جامعه اینجوریه تو نمیدونی. من همش با ترس این کیفمو که اینجوری میگیرم، موبایلمو اینجوری میگیرم، پشت سرمو مدام چک میکنم، میترسم، همش با ترس مواجهم. پس بنابراین یه چیزی نیستش که اصلا از وجود تو بره، آره. که ریشه داره، بدجوری ریشه داره. خب فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. بله. تا باز ببینیم. حالا سوالات شما که اگر که سوالاتی دارین در زمینه مهاجرت، در زمینه مسائلی که مربوط به این میشه، شاید دوست من که الان توی این پروسس هست و یه سری چیزا رو تجربه کرده، آپ تو دیت هسته، بتونه به شما کمک کنه، جواب شما رو بده. اگه دوست داشتین میتونین سوالاتتون رو زیر پستمون بنویسین که دوستم آره خوشحال میشیم که کمکتون کنیم. مرسی از همه شما، ممنون از وقتتون، با امید دیدار. خدا نگهدار.